تصور کن یه بچه 4 ساله با ماشین کوچیکش داره توی حیاط بازی میکنه. یهو صدای جیغ مامانش میاد. میره به سمت اتاق خواب، درو یکم باز میکنه و میبینه مامان بزرگش با 2 تا دستش داره گردن مامانش رو فشار میده. مامانش داره دست و پا میزنه، صورتش کبود شده، چشماش از حدقه زده بیرون. چند ثانیه بعد دیگه هیچ صدایی نمیاد. سارا شمشادی فقط 27 سالش بود. تو خونه خودش، تو روستای خوشنودهان، شهرستان فومن استان گیلان، جلوی چشم تنها پسرش آریا توسط مادر شوهر خودش به طرز وحشیانه‌ای خفه شد. روستای خشک‌نودهان رو ممکنه اشتباه تلفظ بکنم. اگه اشتباه تلفظ میکنم توی کامنت ها برای من بنویسید. مادر شوهرش تا لحظه آخر انکار میکرد و میگفت من اصلا اونجا نبودم و دست به عروسم نزدم. ولی یه شاهد 4 ساله با چند جمله ساده قاتل رو برای همیشه پشت میله‌های زندان فرستاد. این یکی از تلخ‌ترین و عجیب‌ترین پرونده‌های سال 1404 گیلانه. و اما چه دلیلی میتونست داشته باشه که این مادر شوهر عروس خودشو اینطور وحشیانه به قتل برسونه؟ سلام دوستان، به چنل کریمینال سیتی خیلی خوش آمدید. من از همون روز اول که این خبر رو توی تلگرام و گروه‌های محلی و اینستاگرام پخش شده بود دنبال میکردم. پیام‌های مردم اون روستا، چند تا از همسایه‌های حتی خود این خانواده که توی این جنایت نقش داشتن رو بررسی کردم. همه اینا رو جمع کردم تا امروز کامل‌ترین و دقیق‌ترین پرونده‌ای که راجع به سارا شمشادی وجود داره رو براتون روایت بکنم. با من همراه باشید تا جزئیات این پرونده رو براتون باز بکنم. اول بیایید با سارا آشنا بشیم. سارا شمشادی متولد 1377، اهل روستای زیده، شهرستان فومن استان گیلانه. دختری با چهره مهربون، چشمای درشت و همیشه لبخند به لب. از بچگی همه میگفتن سارا خیلی آروم و باادبه. تو مدرسه همیشه شاگرد اول بود. دیپلم گرفت و دیگه ادامه نداد، چون خانواده‌شون وضع مالی معمولی داشتن. تا قبل از ازدواج تو خونه پدر و مادرش کمک میکرد. گاوها رو میدوشید، تو مزرعه کار میکرد و همیشه به همه احترام میذاشت. هادی رفیق دوست، شوهر سارا، سال 1375 به دنیا آمده بود. پسر بزرگ خانواده بود و از همون جوانی مسئولیت سنگین خونه رو دوشش گرفته بود. صبح تا شب یا سر زمین بود یا کارگری ساختمون تو شهرهای اطراف میکرد. آدم آروم، کم حرف و خیلی مهربون بود. همه میگفتن هادی یه نگاهش کافیه که آدم عاشقش بشه. این دوتا چطور با هم آشنا شدن؟ سال 1400 بود، یه عروسی فامیلی توی روستا. سارا با لباس محلی سبز اومده بود و هادی همونجا چشمش بهش افتاد. چند ماه بعد با واسطه حرف زدن و خواستگاری رفتن. مادر هادی از همون روز اول مخالف بود. میگفت این دختر از زیده است، از ما پایین‌تره، ما زمین و خونه داریم، اونا چی دارن؟ ولی هادی گوشش بدهکار هیچ کس نبود. گفت یا سارا یا هیچ کس. بالاخره با کلی غرغر و ناراحتی مادرش قبول کرد. عروسیشون بهار 1400 برگزار شد. عروسی ساده ولی پر از شادی. همه مردم روستا هنوز یادشونه که هادی چقدر خوشحال بود و سارا چقدر خجالتی میخندید. همون سال پسرشون آریا به دنیا آمد. آریا الان دقیقاً 4 سالشه و همون بچه‌ایه که شاهد همه چیز بود. 3 سال زندگی مشترک. همه میگفتن زندگی عاشقونه‌ای دارن. هادی هر شب با یه شاخه گل وحشی از مزرعه برمیگشت. سارا همیشه منتظرش بود با غذای گرم. واقعا هیچ کس فکر نمی‌کرد این زندگی به این شکل تموم بشه. اما یه نفر تو این زندگی آرامش نداشت. مادر شوهر سارا رو میگم. مادر شوهرش از همون روزای خواستگاری با سارا مشکل داشت. پشت سرش غیبت میکرد. تو جمع فامیل میگفت این دختر فقط به خاطر پول ما اومده. حتی یه بار تو عروسی یکی از فامیلا جلوی همه گفته بود پسر من اشتباه کرده که با این ازدواج کرده. سارا هیچ وقت جواب تندی نمیداد، فقط لبخند میزد و میگذشت. همه میگفتن سارا خیلی صبوره، ولی خب صبرم یه حدی داره. حالا میریم سراغ روز حادثه، یعنی شنبه 23 آبان 1404. هادی مثل همیشه ساعت 7:30 صبح خداحافظی میکنه و میره سر زمین تو روستای مجاور. سارا و آریا تنها تو خونه میمونن. خونهشون یه حیاط کوچیک داره و یه اتاق خواب و یه پذیرایی. ساعت 8:12 صبح زنگ در به صدا در میاد. سارا میره درو باز میکنه و میبینه مادر شوهرشه. مادر شوهر با یه کیسه پلاستیکی میاد تو و میگه بیا یه چیزی برات آوردم، یکم هم حرف داریم بزنیم. سارا با لبخند دعوتش میکنه داخل و چای تازه دم میکنه. اولش همه چی عادیه، چای میخورن، حرفای روزمره. ولی کم کم مادر شوهر دوباره حرفای قدیمی رو شروع میکنه. میگه بهش تو هیچ وقت لیاقت پسر منو نداشتی. از اول گفتم این ازدواج درست نیست. تو فقط بعدی پسرمو از ما دور کنی. پسرم دیگه به خاطر تو حتی یه سرم به ما نمیزنه. اون برای اینکه بیاد پیش ما یه چایی هم بخوره باید بیاد از تو اجازه بگیره. سارا که دیگه 3 سال این حرفا رو شنیده بالاخره یه چیزی میگه.
مادر جون دیگه بسه، من زن پسرتونم، 3 ساله که داریم با هم دیگه زندگی میکنیم و حتی یه بچه هم داریم، دیگه این حرف رو تموم کنید. بس بالا میگیره، صدای جیغ میاد. آریا از تو حیاط میاد تو و میبینه مامان و مامان بزرگ دارن دعوا میکنن. مادر شوهر میگه بیا تو اتاق حرف بزنیم، جلوی بچه دعوا نکنیم. سارا با اعتماد کامل مادر شوهرش میره تو اتاق خواب و این آخرین لحظه‌ایه که زنده دیده میشه. در اتاق بسته میشه، یهو صدای جیغ سارا بلند میشه. مادر شوهر از پشت به سارا حمله میکنه. اول با مشت و لگد میزنه، بعد 2 تا دستش رو میذاره دور گردن سارا و با تمام قدرتش فشار میده. سارا دست و پا میزنه، سعی میکنه فریاد بزنه، ناخن‌هاش رو تو دست مادر شوهر فرو میکنه ولی فایده ای نداره. آریا از لای در همه چیز رو میبینه، گریه میکنه و داد میزنه مامان بزرگ ول کن مامانو. مادر شوهر با صدای وحشتناک برمیگرده و میگه اگه به کسی بگی تو رو هم میکشم، برو بیرون بازی کن. چند دقیقه بعد سارا دیگه تکون نمیخوره. مادر شوهر سارا رو میذاره رو زمین، یه روسری دور گردنش میپیچه که فکر کنه خودکشی کرده. در رو از بیرون قفل میکنه، کلید رو میذاره تو جیبش و آروم از خونه میره بیرون. رفتار کاملا خونسرد بود، انگار نه انگار که همین چند دقیقه پیش زده یه جوون رو ناکار کرده. گفته میشه زمانی که مادر شوهر سارا رو زده بود و انداخته بودش داخل اتاق و درم روش قفل کرده بود، سارا زنده بوده و حتی خود مادر شوهرم میدونسته که سارا هنوز زنده است. از قصد رفته در قفل کرده و کلن از خونه زده بیرون که سارا توی همون اتاق هست با اون ضرب و جری که بهش وارد کرده جون به دو بمیره. واقعا کار بیرحمانه‌ای بوده. ساعت 10:20 صبح خودش زنگ میزنه به هادی و با گریه مصنوعی میگه زود بیا خونه، سارا یه بلایی سر خودش آورده. من از صبح اومده بودم اینجا، حالش بد بود، گفتم برم خونه خودمون. الان یکی بهم زنگ زد گفت حال سارا خوب نیست. هادی که میرسه با جنازه همسرش روبرو میشه. پلیس میاد، اول فکر میکنن خودکشیه ولی کارآگاه جنایی با این نگاه میفهمه. آثار کبودی روی بازوها، آثار ناخن روی گردن و همچنین روسری که مادر شوهرش دور گردنش پیچیده بود به قدری شل بوده که مشخص میشه اون روسری دور گردنش کاملا ساختگی بوده. همه چیز فریاد میزنه که این یه قتل عمده. جسد میره پزشکی قانونی رشت. نتیجه رسمی بعد از 48 ساعت خفگی مکانیکی با دست و فشار خارجی، بدون هیچ میله آهنی، هیچ شکستگی جمجمه، هیچ سرقتی. اون شایعه‌های وحشتناک که بعضی کانال‌ها و پیجا زدن فقط حال خانواده رو بدتر کرد. حالا بریم سراغ مهمترین بخش پرونده، یعنی شاهد 4 ساله. اولین بار که افسر باش حرف زد فقط گریه میکرد و میگفت مامان خوابیده و دیگه بیدار نمیشه. ولی روز 4م وقتی باش نقاشی کشیدن و آروم آروم باش حرف زدن، آریا شروع کرد به حرف زدن. مامان بزرگ اومد گردن مامانمو گرفت، مامان دست و پا میزد، من گریه میکردم. مامان بزرگ گفت اگه به بابا بگم منم میکشه. بعد مامان دیگه تکون نخورد. مامان بزرگ روسری انداخت روی گردن مامان که فکر کنن خودشو کشته. وقتی آریا رو روبروی مادر بزرگش نشوندن، مادر شوهر دیگه نتونست انکار کنه. اشک ریخت و اعتراف کرد. نمیخواستم بکشمش، فقط میخواستم بترسونمش، فقط میخواستم پسرم دوباره مال من باشه. الان مادر شوهر تو زندان لاکان رشت منتظر دادگاهه و پرونده تقریبا بسته شده. من با چند نفر از اهالی روستا حرف زدم، همه میگفتن سارا هیچ دشمنی نداشت. مادر سارا هنوز هر روز میره سر مزار دخترش و فقط گریه میکنه. هادی دیگه نمیتونه توی اون خونه بمونه و میخواد با آریا بره یه شهر دیگه.